هفت کول، سکوت سفید درای شینگ شهر پنجکند. کوههای فان در فصل زمستان سیمای خاص میگیرند. قله‌های برف پوش، آرامی عمیق و آسمانی گویا پست فرآمده منظره‌ای را به وجود می‌آورد که انسان را به آرامش باطنی میبرد. در همین فضا، در دامن قطار کوههای زرفشان، درای شینگ و موضع هفت کول زمستان تماما رنگ دیگر دارد. زمستان در هفت کول تنها یک فصل نیست، بلکه حالت خاصی طبیعت است، پاکی، آرامش و بزرگی. کولی یکم یعنی کولی میجگان که در بلندی تقریبا 1600 متر از سطح بحر جایگیر است، با آب کبود رنگ و ساحل‌های پربرف از هر یک مهمان گرم استقبال می‌کند. سفیدی برف و کبودی آب اینجا منظره نادر آفریدند. کولی دوم سایه که اکثر روز در سایه کوه‌ها میماند، با آب تیره تاب و آرامی خاصش فرق می‌کند. گرچند دهه‌ها در نزدیکی آن هستند، اما ساحل کول خالی مانده است. گویا طبیعت خواسته است که این مکان تنها باشد. کولی سیوم یا هوشیار نسبت به دیگر کولها زنده تر می نماید. در اینجا روی آب حرکت مرغابه ها دیده می شود. سیاحان خارجی آرامی زمستان هفت کول را به مثل ارزیابی نموده تاکید کردند که چنین سکوت و پاکی طبیعت را هنوز ندیدند. باری اول است که به تاجیکستان آمدیم. در این سفر ما چند کشور را سیر و سیاحت نمودیم، از جمله ازبکستان، تاجیکستان، قطر، دوحه، دبی و عربستان سعودی را. در تاجیکستان این روز اول است. پگاه ما به بخارا می رویم و بعد آن به دوحه سفر داریم. ما یک روز در اینجا میمانیم. محیط، طبیعت اینجا خیلی زیبا است. زمستان این موضع را خیلی دوست داشتیم. واقعا همه جا هوا، محیط، طبیعت خیلی زیبا است. با به بالا رفتن برف همان زیشتر می شود. کولی نوفین مرکزی خاموشی سلسله کولها با آب پررمز و اسرار و دهه باستانی پدرود در بالای آن جایگیر است. مهمان نوازی ساکنان محلی به سفر گرمی خاص می بخشد. کولی خردک که خردترین کولی مرغزار محسوب می شود نیز پوره در آغوش برف قرار دارد. کولی ششم مرغزار با پایگاه سیاحی مجهز امکان سیاحت های زمستانه، لیژرانه و استراحت را فراهم می آورد. در پایگاه سیاحی مرغزار که از جانب شرکت سیاحی سیاحت هفت کول تشکیل کرده شده است، برای قبول سیاحان در همه فصل سال آماده می باشد. عین زمان ما می توانیم تا 40 نفر سیاح را قبول نماییم. تابستان هم تا 40-45 نفر. اگر ما خیمه ها بزنیم می توانیم تا 100 نفر هم مهمان قبول کرده توانیم. زمستان خانه هایی که قبط دویم، حالا شما قبط دویم دیدین، اونجا برای 20 نفر جای خواب داریم. اونجا همه شرایط موجود است. تریزه ها طرف کلبه نگاه میکند، هم یک منظره خوبم دارد و ما میتوان اونجا ما گرمیدهی عمومی داریم که ما از پایان از گرمی را میدهیم و در خانه ها چی شناندگی هستیم، گرمیدهی رادیاتور میگیم شناندگی هستیم، اونجا همش گرم. در ساحل دیگر کولها از جمله در ساحل کولی چهارم نیز همین گونه مهمانخانه تشکیل یافته است. در ساحل کولی سیوم باشد ساختمان انشاءات خدمت رسانی ادامه دارد و تا 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شود. از کولی ششم تا کولی هفتم شرشره های یخبسته، چشمه های روان و منظره های زمستانه دقت هر کس را به خود جلب می کنند. کولی هفتم یا هزار چشمه در بلندی تقریبا 2400 متر از سطح بحر کاملا یخ بسته است و آرامترین نقطه این سلسله کول هاست. ما توانستیم به نزد کولی هفتم سلسله کولهای مرغزار یا دره شینگ رسیده باشیم. اینجا کولی هزار چشمه است و طور شما ببینید کول پوره یخ بسته است. سر کولهای پایانی کم کم یخ داشتند، این کول پوره بالای این کول را یخ پوشانیده است. از این برمیاد که اینجا هوا نسبتاً سردتر میشده است. حالا هوا نه اونقدر سرد است، آفتاب هم برآمده است و حالا حرارت هوا را میسنجیم که چند درجه خنک می باشد. طرح 13 یعنی که این زمان در همین منطقه هوا 13 درجه خنک است. در اطراف کول بلندی برف به بیش از 1 متر رسیده است.
ба ҷое омадем ки як оромии ғайриоддӣ ки баъзеҳо дар урзи чунин як оромӣ то ки ҳам рӯҳан ҳам ҷисман осоиши худро ёбад ва бинед тоҷикистон чӣ гуна табиатҳои бештосу дорад. имрӯз мо новобаста аз хунукию барф ки зиёда аз 18-20 дараҷа буд ба ин самт сафар кардем ва то бинем ба чашми худ ки вазъи кунунии табиати тоҷикистон вазъи гидрологии он яъне ки сатҳи оби кӯлҳо реҷаи онҳо реҷаи ғизогирии онҳо дар фасли зимистон дар хунукҳои қайратун чӣ гуна аст ва мо бевосита шоҳид ҳастем ки дар кӯли ҳафтум ки ҳазорчашма ном дорад ягон ҷои об намоён нест ва ҳама барфпӯшу яхпӯш аст. ҳафткӯл дар зимистон макони сукут, покӣ ва нерӯи табиат аст. маконе ки инсонро аз ғавғои зиндагӣ ҷудо карда ба оромии ботинӣ мебарад.